عزیزان من یه ذکر معجزه‌گر بهتون یاد بدم. شاه تمام ذکرهاست برای هر دردی. از نماز عشا تا نماز صبح شروع به خوندن سوره حمد، فاتحه الکتاب، الحمدلله رب العالمین کنه. از بسم الله تا وللضالین آمین بدون تعداد میخونه تا نماز صبح. از نماز عشا تا نماز صبح زیر آسمون، سقف بالا سر نباشه. زن یه رو سر نازک سرش میندازی، مردی بدون کلاه سر لخت میشینه زیر آسمون یا بالا پشت بون تک و تنها شروع به خوندن سوره حمد میکنه بی تعداد تا خود نماز صبح یک سره میخونه. در اون حالت که میخونه هر مشکلی داره از ذهنت بگذرون. ذهن انسان، زبان انسان قدرتمند، خلقت میشه ازش بگذرونه. مثلا میخواد زبون دشمنش بسته بشه، خانواده اصلاح بشه، فرزند اصلاح بشه، محبت بشه، یا خانومت برگرده، یا مریضیت خوب بشه. هر مشکلی دیگه از ذهنت بگذرونه این مشکل حل میشه. مثلا از ذهنت بگذرون مشکلم حل شده، داره حل میشه، زبون بچه‌هام بسته میشه، بچه‌هام اصلاح میشه، یا مثلا مواد مصرف نمیکنه، یا کارش درست میشه، یا بخت دخترم باز میشه. چیز صحنه‌های خوب از ذهنتون بگذرون در حالی که دارین حمد رو میخونین. از این ور حمد رو میخونین، از این ور با ذهنتون تصویرها رو میسازیم واسه آینده. 3 شب پشت سرم همین کار انجام میدیم. وسطش آب میخوام بخورین، غذا میخوام بخورین، دستشویی میخوام برین، مشکل نداره. بلند سریع انجام بدیم، بیان سر ذکرتون. با ایمان، با اقتدار انجام بدیم. بعد سری معجزه‌اش رو ببین. به خداوندی خدا قسم، به این برکت خدا قسم، به کلام الله قسم، معجزه‌اش رو میبینه. خیلی قدرتمنده، خیلی قدرتمنده. هر مشکلی داره. اینو به همه فرزندان خودم هدیه دادم. گیر این ساحرها، دوانویسا، جادوگرا نیام بیفتین. همین انجام بدین بستتونه. با ایمان انجام بدین ها. فرق دوانویس و من و تو هیچ یکیه. همون قدرت تو هم داره. همین انجام به در مشکلی داره، همشون ازم حل میشه. همشون ازم حل میشه. تو این دنیا هر مشکلی داره، کارهای غیر ممکن هم حل میشه. در برکت خدا باشی.